با قراری نوی که آن را رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بعد بازگشتش از سفر عمره به عربستان سعودی امضا کرده است. آنهایی که سینشان به 40 نرسیده است حق سفر حج ندارند. طبق این قرار حج دوباره هم تنها بعد گذشتن 5 سال از حج اول امکان دارد، آنم در صورتی که اگر خواهشمند دیگری برای سفر نباشد. سال گذشته با قرار سن مینیمالی به حج روندگان 35 سال معین شده بود. معنی سفر حج برای تا 40 ساله ها در حال است که کارشناسان تخمین میزنند سال جاری با سبب بحران اقتصادی در گمان است تاجیکستان کوتای معین شده از طرف عربستان سعودی را پر کند. تاجیکستان برای سفر حج 5500 کوتا دارد. بعد سفر امامعلی رحمان به عربستان سعودی و انجام دادن عمره از طرف او و خانواده‌اش، بسیاریا به آن امید بسته بودند که فشار بالای دین و دینداران در تاجیکستان بهره میخورد یا حداقل کمتر می شود. اما همگی با گذشت یک هفته از بازگشت رئیس جمهوری تاجیکستان از شهرهای مقدس مکه و مدینه، این حداقل دومین اقدامی محدود سازنده آزادی‌های دینی شهروندان از سوی حکومت تاجیکستان است. خاطررسان میکنیم که چند روز قبل در ناحیه وحدت 16 مسجد بسته شده بودند.